خدایا خداوندا، تو بخشنده مهربانی، اگر ما دوست داری توی ما رو عفو بکن. تو بزرگی، صاحب مرحمت، به ما بندگانت مرحمت خود را نثار بکن تا ما هم خردها را بخشیده توانیم. آمین. پدر مرا عفو کن. هزار بار شکر که تو در حیات هستی. اکنون دیگر تو هیچ گناه نداری پسرم. به نام تو یک قرار صادر شده است. تو ناخواسته مسئولیت را به دوش گرفته ای و هنگام اجرای آن مسئولیت از همه زیاد تو جبر دیده ای. برای عبدالحی خودت را نخور. با مرور زمان تو را میفهمد. اما پسرم، آید جاهید، من باید چیزی را به تو بگویم. جاهید نزد من برای صحبت آمده بود. کی؟ همین شب. چطور؟ درباره چی صحبت کردید؟ برای درد دلش را نالیدن، درونش را خالی کردن آمده است. خیلی بیچاره و ناعلاج مانده بوده است. برای انتقام تو را ستاندن به راه ناچاری در آمده بوده است و در این راه او تنهاست. اگر زنده بودن تو را میدانست، شاید وضعیت دیگر میشد. از احوال جاهید با خبرم پدر. دلم می سوزد اما با او تماس گرفتن من شاید او را در حالت ناهنجار گذارد. من می خواهم این مسئله را طوری حل کنم که به او ضرر نرسد. من تنها می خواستم که این را بدانی. تو نزد مادرت رفتی یا نه؟ با بیمارخانه عیادت مادرت رفتی یا نه؟ وقتی که مادرت گفت که تو بیمارخانه آمدی، من گمان کردم که از عقل بیگانه شده، ولی این راست بوده است. من به قولم ایستاده نتوانستم پدر. به فریاد و فغان مادرم طاقت نکردم. او را دیدن، بوی او را شمیدن خواستم. تو را دیدن مادرت چنان به او منفعت بخشید که حتی دکترها حیران شدند. طبابتش به غایت عالی، سود بخش شده است. پسرم، برای ما هیچ درد اینقدر جانکاه و مدهش نیست که نبودن تو. این را هیچ از یادت نبرار. چنان که حضرت یعقوب را بعد گم کردن حضرت یوسف چشمانش تاریک گشته بود، چشمان تاریک ما هم از بوی الیف روشن گشت. الیف خوب است. او هیچگاه مرگ تو را قبول کردن نتوانست. کودک بیچاره حس میکند که تو زنده ای. او به تو بسیار احتیاج دارد. حتما آگاه می شود از زنده بودن من، اما یکان وقتی دیگر. من نمی خواهم که باز گرفتار این درد بگردد. وقتی که با او خودم را آشکار کردم، دیگر از او هیچ جدا نمی شوم. الیف باز در برم می شود. هممون یک جا می شویم. انشالله. انشالله.
مادرت از من خواطر بشود. می رویم. پدر جان اگر من بهتر بیایم چی؟ اختیارت، لیکن او رو بسیار انتظار نکن. خدا یارت باد پسرم. آمین. پدر، خداوند هیچگاه سایه سرت رو از روی ما نگیرد. طرفی راستی کشتی سم میوه خشک از 3 حرفی بارد. کک است، کک. خیلی خوب خاله جان. پیشترها با پدرت بسیار حال میکردیم. شاید پدرت باشد. خوش آمدید بابای عمر. سلامت باش دخترم. نظیفه خانم و الیف کجاند؟ الیف خوب است تو. ما باشیم با خالم کرس بورد حل میکنیم. همین خیل. چه خوبه. خوش آمدی عمر بای. خوش باشی. از طرفی راست سختی. این کار رو شناختی؟ از او آدمی بیچاره چی میخواستی؟ گپ زن. او را برای چی کشتی؟ فرمان را از کی گرفتی؟ بگو آخر. این چیست؟ ها؟ این چیست؟ بگو ابله. این چیست؟ گپ زن. خوش آمدید جناب. این رو از جیبش یافتیم. بیرون برایت. اما جناب. بیرون برایت گفتم. این از آن تو؟ بله. تو آدم پیر هستی؟ تو اوچبه هستی؟ من همان آدمی هم که میگفتی. اوچبه بختیار. من قره. پیر چه امر میدهد؟ درفش سیاه سازمان دادنی است. ما از شما امیدمان را کنده بودیم. گمان کردیم که شما ما را فراموش کردید. فکر کردیم که خاکستر می شویم، ولی از نو احیا گشتیم. از تو امیدمان را به تمام کنده بودیم که تو پیدا شدی. خدا را شکر، خدا را شکر. اگر راضی می شدید این جوانان شما همچون
سپاهیان درفش سیاه در حمایه پیر می شدند. شوند فدا شوند. از بچه ها نرنج. آنها تو را آدمی کمال‌الدین گمان کردند. این رمز سازمانی اوست. تربیه‌دار را شاید همین کشته باشد. خب این کمال‌الدین خودش آدمی کیست؟ او یک آدمی است که عضوی هیئت را بر رسکال فروخته است. کیست او رسکال؟ رسکال برانی نوی روس هاست. کمال‌الدین گوشی او در آذربایجان است. خیر کمال‌الدین را از کجا یافتن ممکن است؟ یک فابریکه خویار دارد. فابریکه خویار سیاه یعنی. پس می رویم مزه خویار را می چشیم. معلوم است که همه عالم تو را انتظار می شود. تو امروز ورد زبان همه انسان هایی. گفتم باشد هر کس گفتن میگیرد و لیکن ما باید اول مقرر کنیم که کی در پلوی ما است و کی در پشت ما. ما اول دعوت میکنیم. از آمدن و ناآمدن مردم درک میابیم که دوستی ما کی است و دشمنی ما کی. مکان ما همینجا می شود. برای اول از همه جای مناسب است. پس آن میبینیم. دعوت شدگان بگذار همینجا بیایند. بکتاش برای امنیت داخل تو جوابگو میشوی. در هر گوشه و در هر نقطه که ضرور میشماری کامرا نصب میکنی. 24 ساعت اینجا باید تحت نظارت باشد. خوب شده است. امداد برای امنیت بیرون تو مسئولی. من همه آدمان تقای ززم را همینجا میارم. همش به این هم بیکارند. اینجا بازار بنیاد نمیکنیم. شخصانی عهده برا باید باشند. خوب شده است پسر. امنیت میگویی و امنیت خودت را کی به عهده میگیرد؟ دو چشمی پشت سر من تو خواهی بود احسان. چی گفتی؟ اول دستت پس آن سرت را شکاف میکنم گفتکه. با مکانشان هجوم بکنیم. آنها را بگیریم. حالا این طور گویید خیر بچه ده حوض کرده است. کو بینیم تا کجا می رود. دویدنش تا کهدان شاید باشد. با من چه امر داره دکه؟ من چیکار بکنم؟ تو؟ قمارخانه تو را گرفتند. اکنون برات یک مکان خوب دیگر در کار است. میدانی که چطور منزل دیگر به اکه در کار است. جنت بکن. اکا التماس مرا ببخش. یک امکانیت دیگر بده. تحمل را میدانه. هر کی خالی بسیار گیرد برد میکند.
امروز برای کارتون است. یک امکانات برای دیم. من میدونم که میانی ما کی خواهین است. تو از کی شبهه داری؟ شبهه ندارم. مطمئنم که این غیر مراد کسی دیگر بوده نمیتواند. با سری صحبت داشتم. از عملیاتی برای محو دادستان تنها مراد آگاه بود. اگر او خبر نمیداد که گته لیلا را خلاص کرده نمیتوانست. برای حل مسئله لیلا من به یک گروه احتیاج دارم. این مسئله موقوف گذاشته می شود. استاد با جناب بزرگ صحبت داشته است. قطعاً اظهار کرده بوده است که عاید دادستان یگان عمل سوی قصد راه اندازی نباید بشود. ولی موقتاً. راسکالم کارها خوبند؟ بله. من میدونم که عملیات ضد سربازی ترکیه کاری آسان نیست. نه، هدف من سربازیر نیست. من برای ترساندن ترکیه یک نقشه دیگر دارم. گمان میکنم که مثل عملیات پیشین یک کاری پرغلغله میگردد، چون که من با این کار پول زیاد صرف کردم. هیچ نگران نباش. از حاضر میتوانم بگویم که ما از آن صاف میبرویم. مناقشه بین ایران و ترکیه در آینده بسیار مشکلی ها را به وقوع می آورد. معلوم می شود که یک حمله درست می شود. برای او تماشای محتشم اشتراک دسته ارمگدون ممکن است مگر؟ سلامت باش. راسکال حل میکند. گذر
شو. بیا به این طرف. بیا. قره. کمال‌الدین در کجاست؟ گبزن! با ایران برای بارسکول ملاقات کردم رفت. ایران؟ این آدمان در ایران چی کار میکردند؟ من تو را پرسیدم. نسبت ترکیه یک عملیات نو گذراندنی اند. چه عملیات بوده است؟ تنها همین را میدانم که با یک ماشینی پوری بمب از ایران برآمدند. دیگر من چیزی را نمیدانم. مرا گوش بکن. دیگر هیچ چیز نمیدانی؟ گبزن. دیگر هیچ چیز را نمیدانم. تربیدار را برای چی کشته؟ او را در سپیرستان کشتیم. اکنون جنازه او را شما میگذرانید. بیایید
با ایران می رویم. خیر این را چی کار میکنیم؟ تو اینها رو هیچ فکر نکن. تیمور، با جای او برانی روسیه که کشته بودید راسکولنوف یک برانی دیگر تعیین شده است. حاضر در ایران بوده است. بر ضد ما یک نقشه بزرگ داشتند. من راست همانجا می روم. در اختیارت سند و دلیل داری؟ یک ماشین پر از بمب در این کار استفاده می شده است. با یاردم احتیاج داری قره. یگان دسته فرستانیم. جای او آدم را نمیدانم. با پیر مصلحت کرده پس آن به تو خبر می دهم. مالش. Çitalar tilki yer. Çitalar avlarını öldürür. من خواب می روم. تو نمی آیی؟ من خواب ندارم. تو خواب رو. اندک پس می آیم. مایلش. چی شده است؟ به کجا؟ کمتر هوای تازه میگیرم. پس من هم میروم. نه تو همینجا باش. لالا رو تنها نگذار. سروزیر از آدمانی است که تحت حمایه خیلی خوب قرار دارد. به فکرم مستقیما هجوم نمی کنند. مقصد آنها این است که به سفر سروزیر مقابلت کنند و به این وسیله مناسبت ایران و ترکیه را ویران کنند. چی بوده می تواند؟ چی بوده می تواند؟ چی بوده می تواند؟ در روزنامه مجلس بیگاهی ایران چی باشد؟ در ایران چند تغییراتی مهم به وقوع پیوسته است. شاید اندیشه‌رانی ها عاید آن برگزار می‌گردد. شاید ساحه‌های انرژتیک اقتصادیات موردی بررسی قرار بگیرد. گاز طبیعی، مواد هسته‌ای و اینچنین نفت. هدف عملیات یکی از این موضوع هاست. قرار به ایران رسیده باشد. راه پر گشته است. خواهش کرد که جای راسکول را معاین بکنیم. اکیف فورا نزد مراد بیرو، وقت غنیمت است. کاری بکن که مراد با راسکول تماس بگیرد تا که گیت او را معاین بکند. خوب جناب. تیمور، خانم لیلا را تحت نظارت بگیرید، لیکن خودش نفهمد. فهمو جناب.
خب ایسای برادر آروم باش، سر بیدیه مرا. تو هم از پشتیمانی خیلی خاموش نگرد. تو در اینجا چیکار میکنی با این بیل زاغنول؟ در این منطقه آهو فراوان است. شبها برای سیر و گشت میبرایند. امشب وقتی که به خانه میرفتم کسی این بیچاره را با ماشین زده گریخته است. در کنار راه آن را مرده دیده پرتافته رفته نتوانستم اینجا آورده تکی خاکش کردم. ببخش نپرسیدم. شاید بنوشی؟ در این نزدیک ها زندگی میکنی؟ سرم در کرد، هوای تازه بر آمدم. در وقتش آمدی. تابستان اینجا پر آدم است. در این شب و روز تنها شکار دوست ها و مثل من و تو آدمان برای دمگیری می آیند. تو خدا در زمین جاهایی؟ مادر کلانم از زمین دیار است. از او به من یک کل بمانده است. کار که به دلم زد میخیزم و همینجا می آیم. تو رو به خانت ببرم. سلامت باشم سایه. عدسیز. نامم عدسیز است. نام من علی رضا. ممنونم.
بگیر به خودت. هزار رحمت. این را تو از من نباید خواهش بکنی. من نو خبری سوی قصد خانم لیلا را داده بودم. حالا از این به خود نآمده تو مرا باز به ورطه انداختنی. هیچ از ورطه و چیزی دیگر گپ نزن. زندگی ما همین است. ما و تو در این جاده هم سفریم. خیر، من به آن آدم چی میگویم؟ تنها درو درو صحبت بکن تا ما جای او را معین کنیم. این خیلی خوفناک است. بران پیشین روس را توفیل من جایش را یافته کشتید. من وقتی با بران نو در تماس می شوم یعنی باز موجب مرگ بران نو می گشتم. راسکول بعدی به ایران رسیدنی سروزیر به جان او سوی قصد کردن است. برای او را از این عمل باز داشتن باید با او در تماس باشی. حالا KGT برای صحبتی تو را پیگیری کردن آماده است. تا آدمی صحبت بکن که جای او را معین کرده بتوانند. ما مجبوریم که در کجای ایران بودن او را مقرر بکنیم. فهمیدم. راسکولم. بران راسکول، وقتی که در کرسی برانی نشستی گمان برده بودم که تو همیشه در پشت میز میشینی، اما میبینم که تو در یک جا قرار نمیشیشته. تو مرا میشناسی. راسکول همیشه بالای کار بودن را دوست ندارد. بله. اکنون ترکیه هم باید تو را بشناسد. آره، اکنون وقتش رسید. میدانم که سیرکار شده ای، اما نگرانم از اون که باز یکی به ترکیه آمدنت را موقوف نگذاری. به قریبی ها آمدنیم. به خاطر این تشریف یک ولوله هم برپا خواهم داد. بعد این قدر انتظاری ها استانبول سزاوار سورپریز هم هست. پس ما تا به همان روز محتشم منتظر می ایستیم. باور بکن. بسیار خوب، اما کی برگزار گشتنش را اگر می گفتی باز هم خوبتر می بود. این یک روز مهم است مراد. به صبرانه انتظارم راسکول. حیات پر از تحولات ناگهانی است. تعزیه ما را قبول بکنید. گوکچر بسیار دوستی نزدیکی ما بود. از این پس این دعوا رو با شما همراه موردی بررسی قرار خواهیم داد. اما شما نقص میدونید که این کار خیلی خفناک است. بله خانم دادستان. هم به زندگی خودتان و هم به زندگی نزدیکانتان خطر دائم تهدید کرده می ایستد. میدانم. من به همه چیز آماده‌ام. شما هم خودتان را احتیاط کنید. خانم دادستان، ما لانه زنبور را خوب کفتیم. گمان است که دیگر آنها قرار بشینند. آنها مرا ترسانیده نمی توانند. ما تا آخر می رویم. در دستتان یگان حجت و اسناد دارید؟ مرحمت. ما نامی آن نفرانی که 4 کس می باشند و به مسائل مالیوی در بازار سیاه مشغول می باشند معین نمودیم.
اینها همراه عمل میکنند. бале хонум, онҳо ба якдигар иртибот доранд, ҳарчанде дар сохторҳои гуногун фаъолият мекунанд. ба андешаи ман фармон барои ҳамаи онҳо аз як марказ содир мегардад. дастур барои фаъолияти онҳо бо кадом восита мерасад? азбаски дар бисёр ҳолатҳо овозҳои телефонро гӯш мекунанд, барои ҳамин ба андешаи ман бо эмейл мегиранд. пас он 4 касро бояд оварда истинтоқ кунем. ку бубинем ба он дасте ки онҳоро доштааст расида метавонем. ҳам худашонро ва ҳам компютерҳоеро ки истифода мебаранд бояд бигирем. яъне хонум Додстон, амалиётро бояд ба мавриди зарурат гузаронем. дар акси ҳол мо маълумотҳои заруриро аз онҳо гирифта наметавонем. пас ин амалиётро ҳамроҳи дастаи акиф мегузаронем. вале чӣ тавр вақти онро муайян мекунем? амалиёт бояд дар 2 марҳила баргузор гардад. маҳз фавран пеш аз оғоз шудани марҳилаи дуюм. пусад балтазар меояд. шуд, ҳама омода бошед. барои табрик кардан омадӣ балта? зар. جیانم هر کار حال خود را دارد. مدامی که تو طلبگار مکان هستی می آمدی خواهش می کردی. من واقعا به خاطر بابا و پدرت تو را می دانم. با خدمت خاندان ما تو همچون پاسبان وارد شده ای. خیریت که تو را از این باریگران خلاص کردیم. گردی نامی پدر چی میگردی؟ اگر تو اندوختن خواهی بگو راهش را به تو میگویم. اگر یگان روز مرا خواهشی زروسین بیاید حتما از تو میپرسم بلتزر. من جوانان چشم نقره را دوست می‌دارم. همچنین همه می‌دانند که چطور من جوانان را کمک کردم. سینک مادام که این مکان را اشغال کردنی هر هفته همین جامدان پر می شود. نیمش از من نیمش را به تو می بخشم و به خاطر بابا و پدرت این بی‌آدابیت را عفو می کنم. پرداخت اولینم را قبول کن. یک هفته دیگر انتظار می شوم. برای جمعدان هیچ زحمت نکش.
جامدان را بگیر. به بالای تیرنامه پوست را بنویس و پنهان بکن. الو عکیف، جای او آدم را بیاب برای من. муайян кардем қара. ҳоло координатҳоро мефиристем. аммо эҳтиёт бошед. дар куҷо гузаштани амалиётро фаҳмидед? не. маълум мешавад ки ин кори мо будааст. хуб, хайр. علی، یک اینجا میایی؟ تو این را داده ای؟ نه. اگر تو نداده باشی پس کی داده است؟ نمیدانم، خبر ندارم. اکا بیگاه بیرون آمده بود. مرا همراهش نگرفت. شاید از کسی گرفته باشد. از این چی طور خلاص میشویم علی؟ تو هیچ از برش دور نرو. اگر تو میشدی شاید او نمیخورد. خوب ینگه. علی رضا، علی رضا، علی رضا، سلام. این کیست باز؟ علی رضا کیست؟ نام نوی من است. چی میخواسته است؟ تو کیستی؟ اینجا کی رو میکوبی؟ علی رضا را سراغ دارم. شاید غلط کرده باشم. علی رضا با کجا زندگی میکند میدونی؟ اینک آمدم عزیز، آمدم. به شکار میروم. شاید تو هم خواهش داری؟ به شکاری چی میروی؟ خرگوش، کبک، چیزی که از پیشم برآید. علی، خلطه را بیار. اکا، این کیست؟ یک همسایه همون از همینجاست. با آدم ناشناس به شکار میرویم؟ تو نمیروی. اکا، تو در همینجا میمونی، همراهی لاله. در جای با منطقه است، آن را هم بیار. من بسیار دور اندیشم. اینجا روی خط سازمان دهندگان را دادید. با فکرم برای این باری دیگر باید وامی خوردیم. اگر میدانستم که شما این را نمیدانید یک ضیافت میفرمودم. شما را بدین وسیله با مردم محترم تاجرمان شناس میکردم. حق هستید خانم صفیه. شما که سروری وقف هستید آنها را شناختن شما چیزی واقعی است. اگر خواهید
شما هم می توانید آن جایهایی را که طبع دل ماست رفته بینید. اگر اعتراضی داشته باشید باز فکر میکنیم. تا کشاده شدن وقت میخواهم که همراه خوراک بخوریم. شناسایی با دختر مهمت قرخانلی برای برخی شرف خواهد بود. خیر مایلش، در این باره باز صحبت میکنیم. برای کشاده شوی یک فکر داشتم. در آن مزایده‌ای که سازمان میدهید همین رسمایی که حاضر میبینید برای فروختن پیشنهاد میکنیم. این رسم ها من برای دیدن بچه هایی که در وقف ماست رفته بودم. این رسم ها را آنها کشیدند. بهترین هایش را انتخاب کرده به چارچوبه میگیرم. در حقیقت بسیار فکری خوب. تو چی فکر داری جاهید؟ با اندیشه من اینها بسیار چیزهای ارزشمندند. اگر خواهید امروز همراه به دیدن کودکان می رویم. به فکرم شما هم می خواهید با آنها شناس شوید. چرا نه؟ البته. وقتش رسید. آماده اید؟ آماده ایم. به سلامتی سرت رسکال. هرچی چند میکنی میزنی. از کجا تو این رو آموخته ای؟ از کودکیم. بهاران پدرم که می آمد شکار خوک می برآمدیم. من با او گشته گشته آموختم. تو هم از من ماندنی نداشته ای؟ من آنقدر خواهش ندارم. تو تست شکار میبرایی؟ همین که وقت یافتم میبرایم. بیا از پی کار میشویم.
کار میکنی؟ رسمی خاطره میگیرم. من هرچی را که شکار کردم صورتش را میگیرم. عجیب. هیچ کس گمان نمی کند که من این را کشتم. این دلیلی من است. چطوری؟ خوبی؟ باش. چرا نمیدی؟ کرم شد فردا میام. باش. بودو. شما با این طرف، 2 نفر با من. تو هیچ چیز نشده است همین خیل نه؟ خوبم بیراو این رسکال در کجاست؟ نمیدونم. این جایی است که گاز طبیعی استحصال میکنند. акиф мо тайёрем. интизор шавед.
акнун Alttekin, компьютерро бигир. Сардиҳед маро, сардиҳед. Шумо чӣ кор мекунед? Сардиҳед охир. جناب قیدهای تلفنی که شما میخواستید آوردم. هر چی که ما تحت نظارت داشتیم همانجا هست. بالای میز گذار. اینجا یگان چیزی هست که شما را متوجه کرده باشد. مراد بر راسکول زنگ زده بوده است. در صحبتشان یگان چیزی جالب هست؟ نه جناب. اما بعد از گفتگوی تلفنی چند ساعت پس به مکان راسکول هجوم کرده بودند. مراد را نزد من بیار. راسکول یعنی جزای من خانم زیبا رو 1 ساعت انتظار شدن بوده است. تلفنات همه وقت بند است. به اندیشه من اینها بسیار چیزهای ارزشمندند. معلوم می شود که خانم صفیه تو را بسیار مشغول می کند. یک زنی هم زیبا هم با استعداد گذشته از او دختر مهمت قراخانلی. به خاطر پرستیژ استاد نقشه دارد که مراد را با صفیه خانه‌دار بکند. ولی او با لیلا دل باخته است که خائنی کرد. این را من نمیدانم. اما فرجام راه مراد نمایان شده است اکنون. مادامی که این موضوع را آغاز کرده میخواهم که به تو یک چیز را بگویم. خیر، از من تو چی میخواستی؟ استاد گفته است که او هیچ مرگ لیلا را نمیخواسته است. خواستی دلی تو چیست؟ اگر او نمیرد میخواهم که جانش بسوزد. تو نگران مباش. من کاری را میتوانم کردن که جان و دل او بسوزد.
кани бигӯед фармони амалиётро аз кӣ мегиред? кист ӯ? ман намешиносам. ба ман гир ё фурӯш мегӯянд. ман корамро мекунам. хайр, фармон ба шумо чӣ хел мерасад? аз рӯи имейли муштарии лондониямон мегӯем. кори имрӯзаатон ҳам бо хоҳиши онҳост? бале. ба шумо сардоратон чӣ фармон дод? дар бозор хариду фурӯш кардан фармуд. вақте ки ба офисатон ҳуҷум карданд, барои чӣ ҳар гуна нағма кардед? ба ман фармон шуд ки дар ин гуна ҳолатҳо чунин рафтор бикунам. кори имрӯзаро барои чӣ кардед ва аз шумо чӣ хоҳиш шуда буд? чун ҳамеша аз лондон гирифтам. ба ман чунин фармон шуда буд. фармонро ман аз муштарии лондонӣ гирифтам. ман ҳам аз лондон фармон гирифтам ва амри онҳоро иҷро кардам. ба гуфти ҳамаи гумонбарҳо, фармонҳо ҳама аз Лондон омада будааст. мо бо як ташкилоти молиявӣ бо эътимод суҳбат доштем. мо муқаррар кардем ки маълумотҳо аз Лондон меоянд ва ҳатто бо ҳамон имейле ки он 4 нафар истифода мебаранд. хайр, барои чӣ айнан дар як замон хариду фурӯшро анҷом медиҳанд? ба фикри ман ин амал бешубҳа манипулятсия мебошад. همه آنجا را خالی کنند. میآیند.
جلو میروید. اندک پس میترکد. بیاید امنیت را تامین کنید. امنیت را تامین کنید. بیاید. کسی هست که این را بفهمد؟ احمد زود باش. احمد پسرم ببین این را. ببین اطراف را خوب ببینید. یک تاش رو ببر. بیایید رفته کاری آنها را تمام کنیم. رفته نمیتوانیم. مرزبانان میآیند. آرام باش. با ما میروید. همه‌تون به این دعوت خاصه خوش آمدید. شنیده ایم که عرف و عادت، عدالت از این دنیا هنوز هم نیست نشده است. هر کس می تواند درد خود را اینجا بیابد و حل و فصل آن را در سر این میز یابد. سالیانی دراز با بالتزر کار میکردیم. اگر حاضر با تو کار را آغاز کنیم حتی جای قماربازی نمییابیم. شنیدیم که با بالتزر به جنجال آغاز کرده ای. میفهمی که یک جنگ و جنجالی دهشتبار برمیخیزد. درست. جنگ میان ما ناگزیر است. از شما من تنها یک چیز رو میخواهم. آیا در این جنگ شما با من هستید یا با بالتزر؟ گفتنیم که در این میدان شرکت می‌ورزید یا زیر پای جنگاورانی هر دو طرف پایمال می‌گردید. با یک قرار بیایید. با تویم پسر. من هم با تویم. تو میدانی چی کار کردی؟ حاضر ما میپرسیم تو جواب میدهی. تو برای کی کار میکنی؟ من گپی گفتنی ندارم.
من خائن نیستم. تا گپ زدنی تو ما اینجایم مراد. مکانی ما را فاش کرده، در اینجا بمب گذاشته، دوستان ما را کشنده توی. شاید ما کمی دیر کنیم. برای شما یگان مشکلی ندارد؟ نه دخترم، وقتی که او در پهلوی عمه‌اش باشد چی تشویش داریم؟ اینقدر زیبا شده ای؟ تشکری زیاد. با تماشای کدام فیلم می رویم؟ این سورپریز است. رویم میبینی ها؟ مایلش. بیا دیر نمونیم، زودتر برویم. راهی سفید دخترم. ناز بمانید. خدا نگهدار. شب بخیر. زحمت کشیدی. تیمور اینجا بیا. بیا. بله، آماده شو، میبراییم. شما برای چی نمیخورید؟ من گوشتی سید نمیخورم. شما که دیر مونده اومدید، من خوردم. دستتان درد نکند. با اشتیای توم. جای دستشویی در کجاست؟ در بالا. حمام در این طرف است. ببخشید، راه را گم کردم. دینا شب شما به او شراب دادید؟ آره. خواهش میکنم دیگر به او ندهید.
اکنون من میروم، دیر شد. سلامت باش برادر. شما هم سلامت باشید. اگر لازم شوم در همین جایم. خوش باشید. آدمی را که تنها دیروز شناخته ای برای چی به خانه میاری؟ حیاتی نو به سر میبریم گفتیم. قرار کردیم که دوستانی نو میابیم. دیگر چی میخواهی تو؟ این هم پاره از دوستی شماست چی؟ تو در گرد و اطراف مرا کفتگاه میکنی لالا. اکا ینگ راست میگوید. باز علمم را از تو نگیرم علی. چی شد امداد؟ вақт барои ман бисёр қимат аст ҷоҳид. камтари дигар мунтазир мешавам. агар гап назанад кори мо бо ӯ тамом. агар ҳамаи кардаҳоятро эътироф бикунӣ, این شکنجه را به تو روا نمیبینم. من یعنی که تو کرده هایت را اعتراف میکنی؟ خوب، گوشم به تو. من با پیران همکاری دارم جاهید. مرا پیری بزرگ موظف کرده است. انا آمدند.
консерти навбати ҳунарманди боистеъдод Шарафи Қурбон дар кохи Тоҷикистон. Шарафи Қурбон дар ин консерт сурудои нави худро пешкаш мекунад. меҳмонони консерт Суроби Маҳмуд, Олими Маҳмуд. Парвиз Азиз. 21 март соати 14 дар кохи Тоҷикистон. Телефон 906 99 99 81. بهترین سالهای حیاتم در همین جا گذشته. در همین جا هم روزهای خوب را دیدم، هم بد را پس سر کردم. همیشه به خانه به خاطر جمع آرام میرم. استودیا ارش تقدیم میکند. نجوم مرا با این حب فروختی حالا ایستبله. آنها از یگان جنایتکار نمیترسند. در نزد درآمد با این شهر یک دوستایشان طلاق شده است. جدا شوی دشوار بود؟ بله خیلی دشوار بود. میبینم که گریه گلو گیرد میکند. آنها قانون را حمایه میکنند. بر ضد جنایتکاری مبارزه میبرند. و مرز آنهایند که تعقیب کردیم. در طول سفر بالای کوه حیات ما را به خطر میگرداند. اکنون دخترم درباره خودت هم فکر کن. یگان جوان خوب را یافته به او خانه دار شو. برای به شوهر برآمدنم حداقل باید عاشق شوم. عشق شیرین است. جان فدایی در راه عشق. به نزدیکی اما چیزی نمیشود. فهمیدین چیزی نمیشود. حامیان قانون در سلسله فیلم نوی جان فدا. اگر نمرده باشد چی؟ هیچ کس کاردار نشود، نزدیک نشوید. شیر بچه هم همکش را کشتنی، ولی پیش از این همش را گپ میزنیم. عشق پاکی من چنان مستحکم است که همه دشواری ها را عبور میکند. به تو باز یک فرمایش دارم. ابر زیادتی است.